به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. محمد علی عربپور هستم، دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل و توی یک مجموعه ویدئویی جدید قصد دارم به حل سوالات کنکور سالهای گذشته در مقطع دکترا، یعنی کنکور دکترا، بپردازم. ویدئوهای اولمون رو با بحث‌های اقتصاد خرد شروع میکنیم و امیدوارم بتونم توی 1 سال آینده این مجموعه ویدئویی رو کم کم کاملترش کنم، سوالات بروزتر حل کنم و بعد از اقتصاد خرد انشاءالله در فرصتهای بعدی سراغ سوالات ریاضی، آمار و اقتصاد کلان کنکور دکترا هم میریم و در ابتدا سعی میکنیم با توجه به رشته خودم سوالات کنکور دکترای اقتصاد رو حل کنیم و اگر فرصت شد در آینده، حالا ببینیم شرایط به چه سمتی پیش میره، وارد حالا رشته های دیگه بشیم یا وارد درس های دیگه بشیم. اما فعلا این هفته جلسه اول رو با مجموعه سوالات اقتصاد خرد کنکور دکترای اقتصاد سال 99 شروع میکنیم. خب بریم سراغ سوال اول. سوال اول به ما میگه مصرف کننده ای از دو کالای X1 و X2 مصرف میکند. سهم کالای X1 از مخارج برابر 30% و سهم کالای X2 برابر 70% است. اگر کشش درآمدی کالای X1 برابر 8 دهم باشد، کشش درآمدی کالای X2 کدام است؟ این سوال خیلی سوال راحتیه، یعنی کلا سوالات اقتصاد خرد تو مقطع دکترا خیلی هاشون سوالات راحتی هن. حالا مجموعه کتابی یا منبعی رو که بخوام برای آزمون دکترا اقتصاد خرد دکترای رشته اقتصاد بخوام معرفی کنم، کتاب تئوری اقتصاد خرد نوشته سجاد فرجی دیزجی که آقای دکتر دیزجی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن. یک کتاب اقتصاد خرد با جلد سبز رنگ پسته‌ای رنگ با که نشر فوژان اونو منتشر کرده. اگر خواستیم بگیرین سعی کنین برای اقتصاد خرد دکترا این کتاب رو حتما داشته باشین که من خودم این کتاب رو بیشتر از بقیه دوست دارم و پیشنهاد میکنم بهتون، چون معمولا شما اگه این کتاب رو بلد باشین 80-90% سوالای کنکور دکترای اقتصاد رو راحت میتونین جواب بدین. اینکه کتاب داشته باشین نه، کتاب خونده باشین. خب سوال اول یه سوال خیلی راحت تقریبا، یعنی در احتمالاً شما تو هر دانشگاهی که درس خونده باشین این مبحث رو به شما گفتن. کشش های درآمدی یه شرط داریم تو بحث کشش های درآمدی، شرط جمعی انگل. شرط جمعی انگل. شرط جمعی انگل چی میگه؟ میگه جمع وزنی کشش های درآمدی تمام کالاهایی که در سبد مصرف کننده قرار دارن برابر 1. یعنی الان اینجا ما کالای X1 و X2 رو داریم، پس جمع کشش هاشون باید برابر با 1 بشه. خب حالا به صورت ریاضی من فرمولش رو به صورت کامل می نویسم، توضیحات اضافیشو میدم و بعد تست رو حل میکنم. ببینید تست ها تو کنکور دکترا این اتفاق زیاد میفته، گزینه ها خیلی شبیه به همه، فقط یعنی یه جوری میدن که شما اگه اون کسر رو دقیقا نتونی حل کنی یا یه جایی به فرمول یه ذره شک داشته باشی تو گزینه ها میمونی، پس باید فرمولا رو دقیق بلد باشی. اول از همه میایم قید بودجه رو مینویسیم. سیگما به صورت کلی مینویسیم پی آی ایکس آی مساویه با ام، آی از 1 تا ان تا کالایی که داریم. حالا گفتیم مجموع کشش ها برابر با 1 بشه، یعنی سیگما پی آی دی ایکس آی به دی ام. چرا نسبت به دی ام؟ چون داریم کشش درآمدی رو حساب میکنیم. آی از 1 تا n مجموع کشش ها برابر با 1 باید بشه. اینو میتونیم به این صورت بنویسیم، یعنی بخوایم بازش کنیم میتونیم بنویسیم سیگما پی آی
xi تقسیم بر m در m xi در دی xi به دی m مساوی با 1 که حالا شرط جمعی انگل رو به این صورت می نویسیم، یعنی به صورت خلاصه اگر بخوایم بنویسیم به این شکل می نویسیم سیگما مساوی با i از 1 تا n میو نوع i در اتای i و m. درسته؟ که نوع i که بهش میگیم سهم کالای i از بودجه فرد. خب پس میشه سهم هر کالا در کشش اون کالا. پس این فرمول رو نوشتیم تا اینجا فقط برای اینکه اگه زمانی تست رو به یه شکل دیگه به ما داد بتونیم حلش کنیم. خب حالا بخوایم این تست رو حل کنیم، میایم اینجا می‌نویسیم سهم کالای اول بهمون گفته 30% ضرب در کشش کالای اول سهم کالای x 30% و سهم کالای دو 70%، کشش کالای اول 8 به اضافه سهم کالای دوم 70% یا 7 ضرب در مقدار کششش که برامون سواله. حالا اینجا مثلا کشش رو همون اتا بذاریم دیگه، اتای کالای 2 میذاریم 2m مساوی با 1. پس سهم اولی در کشش اولی به اضافه سهم دومی در کشش دومی. اگر اینو مقدارش رو حساب کنیم میرسیم به عدد 76-70، یعنی میرسیم به کسر 76-72. این که دیگه حساب کردنش برای کنکور دکترا که جسارت. خب پس میرسیم به این عدد. پس اتفاقی که افتاد چی بود؟ هیچ کار خاصی نداشت، فقط شما کافی بود بدونید جمع کشش های درآمدی، اگه کشش درآمدی رو در سهم هر کالا ضرب کنیم مقدارشون باید برابر با 1 بشه برای ما. خب یه چند تا نکته داره این شرط جمعی انگل. من بگم که اگه یه زمانی هر تست دیگه تو شرط جمعی انگل دارن راحت بتونیم حلش کنیم. میگه طبق شرط جمعی انگل در سبد مصرف کننده همه کالاها نمیتونن همزمان پست باشن یا همزمان لوکس باشن یا همزمان ضروری باشن. پس اینو حواستون باشه. پس ما توی یک سبد مصرف کننده به صورت کلی هیچ وقت نمیتونیم همه کالاهامون پست باشن یا همه کالاهامون لوکس باشن یا همه کالاهامون ضروری باشن. کالای پست چه کالاییه؟ کالای کشش درآمدیش منفیه. کشش درآمدی چی بود؟ ما بهش گفتیم اتای آی و ام. پس کالای پست کشش درآمدیش منفیه، یعنی اتای آی و امش کمتر از صفره. کالای لوکس چی؟ کالای لوکس نوعی کالای نرماله که کشش درآمدیش بزرگتر از 1. پس کالای لوکس نوعی کالای نرمال که اتای آی و امش بزرگتر از 1. کالای ضروری چی؟ کالای ضروری نوعی کالای نرماله که کشش درآمدیش بین 0 و 1. و در کل خود کالای نرمال طبق اون چیزی که اینجا دادیم، ببین کالای لوکس یه کالای نرمال بود که کششش بزرگتر از 1 بود، ضروری یه کالای نرمال بود که کششش بین 0 و 1 بود. پس کالای نرمال کشش منفی نداره. پس کالای نرمال همیشه کشش درآمدیش بزرگتر از 0. و یک کالای دیگه هم داریم، کالای مستقل از درآمد. همینجوری که ازش مشخصه کالای مستقل از درآمد کشش درآمدیش چنده؟ به درآمدیش ربطی نداره، کشش درآمدیش 0. پس این هم میشه کالای
مستقل از درآمد. این نکته هم گفتم، این بحث رو جمع میکنیم و هر تست دیگه از این به ما بدن به صورت خیلی راحت میتونیم حلش کنیم. این شرط جمعی انگل واقعا سوالات خوبی میشه ازش داد و خیلی راحت هم میشه این سوالات رو جواب داد و معمولا تو تستای کنکور زیاد تکرار میشه. سوال تکراری نیست ولی به صورتهای مشابه حل میشن سوالات. یعنی شما اگه همین نکته رو داشته باشین، هر سوالی در مورد کشش درآمدی بدن خیلی راحت احتمالاً به احتمال 80-90% حلش میکنیم. بریم سراغ سوال دوم. اگر تابع مطلوبیت مصرف کننده‌ای به این شکل باشند u x و y مساوی با ln x به اضافه 9 تا ln y، با توجه به قید بودجه I مساوی با x تا پی x به اضافه y، کدام یک از موارد زیر تابع تقاضای کالای x هست؟ ببینید اومده تابع مطلوبیت رو به ما داده، تابع تقاضا رو از ما میخواد. یعنی ما باید از تابع مطلوبیت به تابع تقاضا برسیم. بهترین حالتش چیه؟ از همون شرط تعادلمون استفاده میکنیم که شرط تعادل مصرف کننده چی بود؟ m u x به m u y مساویه با p x به p y. حالا بیایم شبیه سازی کنیم. I مساوی با x تا p x به اضافه y تا p y. این قید بودجه‌مون بود، اونم تابع مطلوبیتمونه. حالا قید بودجه ما اینجا چیه؟ I مساویه با x تا px به اضافه y. خب طبق چیزی که اینجا داریم px رو داریم ولی py ما چیه؟ py ما اینجا یکه. خب پس py مون از اینجا به دست اومد. mu x تو تابع مطلوبیت نسبت به x مشتق میگیریم. تابع مشتق ln x میشه 1 x تو تابع مطلوبیت نسبت به y مشتق میگیریم میشه 9 تا ln y. مشتق ln y که میشه 1 تقسیم بر y، یه 9 هم که پشتش داریم میشه 9 y مساوی با پی x هم که خودشه طبق اون چیزی که اینجا داریم و پی y مون هم برابر با 1. خب اینجا ما باید برسیم به x، یعنی میخوایم یه x مستقل داشته باشیم و y نداشته باشیم و i و پی x داشته باشیم. پس چی؟ باید هدف اولمون این باشه y رو از اینجا حذف کنیم. y رو چطوری میتونیم حذف کنیم؟ طبق این چیزی که اینجا داریم. یعنی میتونیم به جای y بنویسیم i منهای x تا پی x. درسته؟ طبق همین خط بودجه‌ای که اینجا داریم. خب الان پس ما میایم y رو جدا میکنیم که بتونیم به جایش اون مقدار رو بذاریم. مینویسیم 9 تا پی x 9 تا پی x در x مساویه با y. این طرف این وسط میکنیم به اینجا میرسیم. حالا میایم به جای yش اون مقدار رو میذاریم میشه 9 تا پی x در x مساویه با i منهای x تا پی x. درست؟ اگر اینو ببریم یعنی 9 تا x تا پی x، اینم یه دونه x تا پی x که بره اونجا میشه 10 تا x تا پی x، 10 تا x پی x مساویه با i که از اینجا x مساویه میشه با i تقسیم بر 10 تا پی x. x مساوی با i تقسیم بر 10 تا پی x. من یه معذرت خواهی کنم اول که بدخط می‌نویسم، خب خطم همینه و بعدش هم یه خورده دارم تند یا سریع می‌نویسم که دیگه بدخط‌تر هم میشه. معذرت میخوام بابت این موضوع. خب اینم از این تست که خیلی تست راحتی بود، هیچ کار خاصی نداشت، فقط قرار بود شما این دوتا نکته داشت. یکی این که شرط تعادل رو بدونین و یکی این که از تو این خط بودجه بدونین پی وای ما اینجا برابر با 1. بقیهش که دیگه اتفاق خاصی نبود و مشتق الن هم که دیگه تو این سطح بلدیم. بریم سراغ سوال سوم. خب
سوال سوم، هزینه یک تولید کننده به صورت TSC مساوی با 640 به اضافه 20 تا Q به توان 2 داده شده است. مازاد تولید کننده وقتی قیمت محصول برابر با 160 ریال است چند ریال است؟ ببینید این سوال رو بخوایم حل کنیم ما باید اول منحنی ها رو بشناسیم. تو بحث تولید کننده ایم، توتال کاست رو به ما اینجوری داده و مازاد تولید کننده وقتی قیمت محصول برابر با 160 ریال است. مازاد تولید کننده کدوم قسمت بود؟ شما باید اینا رو بدونید. من اول 2 تا منحنی میکشم، اینا رو به عنوان یادآوری برای هزینه ها. ما گفتیم اگر مقدار Q هزینه ما باشه، تو تولید ما یک مقدار تولید ثابت داریم، هزینه تولید ثابت داریم، توتال فیکس کاست هزینه های ثابت ما، و یک هزینه های متغیر داریم، توتال وریبل ما هست که تقریبا یعنی حتما از صفر شروع میشه، ولی هزینه های ثابت یا هزینه ثابتیه که غیر صفره و مجموع این TVC و مجموع این دوتا هم که میشه هزینه های کل یا TC که به این شکله، از اینجا شروع میشه و این هم میشه TC. و در کنار این یه نمودار دیگه داشتیم، دیگه خطم خیلی داره بد میشه، Q. اگر هزینه‌های ثابت ما به این شکل بود، هزینه‌های میانگین یا AFC ما میشد این، بعد MC میشد این، AVC و AC هم میشد. حالا ما برای اینکه مازاد تولید کننده رو به دست بیاریم باید سطح بالای نمودار MC رو به دست بیاریم. خب اینجا هم که قیمت دیگه، اینجا پیه، اینجا هم پیه. سطح بالای نمودار MC برای ما میشه مازاد تولید کننده. خب طبق اون چیزی که اینجا داریم، ما TC مون موقعی که معادله درجه 2 باشه، MC مون معادله درجه 1 میشه. چرا؟ چون میگفتیم MC مساوی با دی TC به دی Q. درسته؟ حالا تو TC نسبت به Q مشتق بگیریم میشه 40 تا Q. خب MC مساوی با 40 تا Q. حالا به ما گفته مازاد تولید کننده وقتی قیمت محصول برابر با 160 و یه شرط تعادل هم ما داشتیم P مساوی با MC. پس اینجا P رو که به ما داده 160، ما 160 رو میذاریم مساوی با 40 تا Q. از اینجا Q ما به دست میاد با برابر با 4. خب تا اینجا Q 4 رو داشته باشیم. من نمودار MC رو اگر بخوام رسم کنم به این شکل میشه. این میشه Q، اینجا میشه P، MC ما یه معادله درجه 1 شد، این میشه و قیمت ما بود 160 و تی ما هم بود ببخشید Q ما هم به دست اومد برابر با 4. خب توی 4 و اینم که 60 و گفتیم بالای نمودار MC ما میشه مازاد تولید کننده ما. خب مازاد تولید کننده ما الان اینجا چی میشه؟ یه دونه مثلث دیگه، 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع، 1/2 160 ضرب در 4 مساوی با 320 میشه. خب پس این میشه مقدار مازاد تولید کننده ما. بریم سراغ سوال بعدی. این نمودار رو اگه مرور کنین خوبه و این سبک سوال هم من تو سوالای گذشته زیاد دیدم. البته من سوالات
1402 و 1403 رو دقیق یادم نیست و زیاد مرور نکردم، ولی سوالات 1401 به قبل اینا سوالات تقریبا پرتکراری هستن. حالا من فعلا دارم سوالات سال 99 رو حل میکنم. حالا سوال بعدی گفته مطابق شکل اگر منطقه A مساوی با 700 باشد میزان سود چقدر است؟ این تو همون مبحث سوال قبلیه. P مساوی با TR منهای TC، درسته؟ این بحث همون MCه، این هم P ماست. P مساوی با TR منهای TC. TR ما چی بود؟ P در Q. TC ما چی بود؟ TC ما میشه سطح زیر نمودار MC. یعنی دقیقا این سوال برعکس سوال قبلیه. یعنی ما مازاد تولید کننده اون میشه سطح قسمت بالای نمودار MC و کل هزینه های ما توتال کاست ما میشه سطح زیر نمودار MC ما. خب سطح زیر نمودار MC به چه شکل میتونیم اینجا بنویسیمش؟ میتونیم بنویسیمش انتگرال از 0 تا 100 تا به نمودار MC ما مساوی میشه با P. یعنی چی؟ ما اگه P ضرب در TR منهای TC، خب TR مون که مشخصه، TC مون هم شد این منطقه دیگه، درسته؟ ما از این طریق میتونیم الان سودو به دست بیاریم. حالا برای اینکه منطقه قرمز رنگ رو به دست بیاریم چیکار کنیم؟ آ رو که بهمون داده 700، اینم که یه مثلث، راحت میتونیم مساحتش رو حساب کنیم و از این طریق منطقه هاشون خورده قرمز ما به دست میاد دیگه. خب اون قسمت بالایی که یک مثلثه میشه 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع 1/2 100 ضرب در 10. اونجا 20 تا 30 میشه 10 تا دیگه میشه 500. پس این منطقه مون شد 500، اینم شد 700. حالا میریم سراغ سود. P مساوی با P ضرب در Q. PC Q هم که 100، این میشه 3000 منهای انتگرال MC. انتگرال MC هم که میشه کل این منطقه که هستش 30 ضرب در 100 میشه 3000 منهای دو تا نقطه بالایی یعنی 500 منهای 700 که اینم میشه 1800. پس سود ما میشه 1200. اینم از این موضوع. یعنی دقیقاً یک مبحث از کتاب توی 2 صفحه از کتاب 2 تا سوال داده بود که مکمل هم دیگه بودن. یکی میاد میگه مازاد تولید کننده رو به دست بیارین. مازاد تولید کننده اگر این کل هزینه‌های تولید ما باشه، قسمت بالاش میشه مازاد تولید کننده، قسمت پایینش هم یعنی زیر MC هم میشه کل هزینه‌هاش اونم میشه مازاد تولید. بریم سراغ سوال آخر امروز. تابع مطلوبیتی به صورت U مساوی با Y به اضافه رادیکال X باشد تا ساختار ترجیحات مربوط به این تابع توسط کدام یک از شکل‌های زیر نشان داده شده است. تابع مطلوبیت رو از ما میخواد و یعنی تابع مطلوبیت رو به ما داده، شکل تابع مطلوبیت رو از ما میخواد. خب اول باید 2 تا کار بکنیم. یکی باید امارس رو به دست بیاریم، امارس X و Y، نرخ جانشینی X به جای Y که اینجا میشه M U X به M U Y. نسبت به X مشتق بگیریم میشه 1 تقسیم بر 2 تا رادیکال X. نسبت به Y هم مشتق بگیریم میشه 1 که میشه 1 تقسیم بر 2 تا رادیکال X. چیزی که اینجا داره اتفاق میفته چیه؟ با افزایش مقدار X کسر ما داره کوچیک میشه. یعنی با افزایش مقدار X امارس X و Y
نزولی می شود، کوچیک می شود، کوچکتر می شود. حالا نزولی می شود، مثلا امارس ایکس و وای کوچکتر می شود. این موضوع اول. موضوع بعدی تابع مطلوبیته. ما دو تا بحث رو به صورت کامل می دونیم: کالاهای جانشین و کالاهای مکمل. کالاهای جانشین و کالاهای مکمل. کالاهای جانشین تابع مطلوبیتشون به چه شکله؟ کالاهای کاملا جانشین تابع مطلوبیت آنها یه تابع مطلوبیت خطیه که ایکس و وایش از همدیگه جدان. یعنی دقیقا مثل این. یعنی اینجا ما الان دو تا کالای کاملا جانشین داریم. پس این موضوع رو هم میدونیم. این پس نکته اولیه که ما از این سوال داریم. نکته دوم این که این دو کالا کاملا جانشین هم هستند. حالا کالای مکمل تابع مطلوبیتشون به چه شکله؟ تابع مطلوبیت کالای مکمل همون تابع های لئونتیف هن. همون که مثلا میگفتیم یو مساوی با ماکسیموم ایکس و وای، و شکل مطلوبیت اینا هم به این شکل بود دیگه. تابع مطلوبیتشون به این شکل میشد. اما کالاهای جانشین حتما محور ایکس و وای رو قطع میکنن. پس طبق اون چیزی که ما داریم الان، موقعی که کالاهای ما کاملا جانشینن و قرار باشه همدیگر رو، یعنی محور مختصات رو به صورت کامل قطع کنن، تنها گزینه‌ای که ما اینجا داریم گزینه 4. و زمانی که امارس ما به این شکل شد، این به ما میگه که یو ما یک یو نزولیه. یو که نزولی باشه، منحنی های بی‌تفاوتی نسبت به مبدأ مختصات محدبن و هرچی به سمت بالاتر میریم این مقدار یو باید بیشتر بشه، یعنی باید به سطح مطلوبیت بالاتری بریم. پس این شکله. و شکل دیگه ای که اینجا مشخصه اینجاست. این فرم از تابع مطلوبیت برای اینه که کالای X یک کالای بده. پس به صورت کلی اینجا ما دو تا کالای جانشین داشتیم، پس باید منحنی های بی‌تفاوتی دو تا محور ما رو قطع کنن و از اونجایی که امارس ما با افزایش x کوچیک میشه، یو ما یک یو نزولیه و لذا ما یک فرم تابع مطلوبیت معمولی داریم. یعنی منحنی های بی‌تفاوتی ما نسبت به مبدأ مختصات محدب هستند و هرچی به سمت بالاتر میریم باید به سطح مطلوبیت بالاتری برسیم. همون فرم عادی که به صورت ابتدایی از لیسانس یاد گرفتیم. خب من سعی کردم توی این سوالات هم بتونم سوال رو حل کنم و همین که نکته‌ای بگم، اما چون نکته ها زیاده و مثلا اگه من رو همین عکس میخواستم، رو همین شکل، رو همین سوال میخواستم نکته بگم، خب خیلی نکته میشه بگیم و پراکنده است. ذهن منم پراکنده است، نکته هم پراکنده است و انسجامی نداره و نمیشه. یعنی اینجا جای درس دادن نیست. اینو من به عنوان ویدئوی آموزش درسی ضبط نکردم، به عنوان حل تست حل کردم، حل سوالای کنکور داریم چیز میکنیم. یعنی تمرکز اصلیمون روی اینه که اون سوال رو حل کنیم تا اینکه بخوایم مباحث پشتش رو بگیم. حالا سعی کردم نکاتی که مربوط میشه به اون تست هم بگم تا اونجایی که فکر خودم و سواد خودم اون انسجام رو داشت. اون جایی که مطمئن نبودم یا پراکنده بود سعی کردم زیاد در موردشون صحبت نکنم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونم به زودی ویدیوهای بعدی رو هم منتشر کنم. خسته نباشید و خدا نگهدار.